در بین 7 نفر هنرپیشگانی که روزی گشوده شدنی تئاتر تاجیک، نخستین تئاتر تاجیک در شهر استالین آباد 7 نوامبر سال 1929 یک بانوی زیبا هنرنمایی نمود. این کس گلچهره بقایوا نام داشتند. همین خانم بعدتر قریب 40 سال در همین صحنه خدمت کردند و به عنوان خیلی بلند هنرپیشه مردمی تاجیکستان سزاوار گردیدند. همان شبی که گلچهره خان برآمد میکردند، اون کس کودکی نوزادشان سیاره خان را همراهشان آورده بودند و این خیلی خردسال بود. حالا 1.5 ماه نشده بود. چی علاش برآمد کردند دکار. کودک را دیگران نگهبانی میکردند. گلچهره خان در صحنه برآمد میکردند، میسراییدند، میرقصیدند و در وقت تنفس به کودکشان نگاه میکردند. من همین طور حیات ایجادی گلچهره بقایوا آغاز یافت. گلچهره خان سال 1908 در شهر قوقند در عائله فایتونچی یهودی تولد یافتند. پدرشان در 9 ماهگیشان وفات کردند. ثانی مادر سرسخت همراه دخترچه‌اش به درگاه آدمان رفته خدمت نمود و یک نوکرده روزش را گذراند. بعد شوهر کرد. خیلی دخترچه کلان شد، 13 ساله شد. پدر اوگای برای اینکه از این دخترچه خلاص خورد تستر او را به شوهر داد و یک شخصی سنش کلان توی کرده داد. لیکن این عائله نو خوشبختی پیدا نکرد. گلچهره خان نورز بخت را ندیدند و آن کس تیز از این شوهر دست کشیدند. بعد به صف کمسمال داخل شدند و خودشان را آزاد حس کردند. در کرسی محو بیسوادی اشتراک کردند، سواد برآوردند، اندک کتابخوانی خط نویسی را یاد گرفتند. روزی در شهر آنها یک دسته سیار از بخارا آمدگی بود. 3 دوگانه ها در کوچه سیر و گشت داشتند. نخست نظرشان به همین گروه که در یک چایخانه قرار گرفتگی بودند افتاد و گلچهره خان برابری دیدن یک نفری از همین گروه به شریف بقایف دلشان اندک تفسید و گویا که آتش عشق را بیدار کرد. هنرپیشه های این تئاتر دخترها را مهربانانه پرسپاس کردند و گفتند که شاید از بین شماها یگان تحتان به صنعت هوس پیدا کند و اگر به تئاتر داخل شدگی باشد ما بسیار خرسند می شویم. ما یک ارتیست که داریم، دیگر هیچ کس نیست. گلچهره خان روز دیگر آمده رازگی دادن و اکتریسه من همین دسته سیاری که نامش ماپر بود داخل شدن. بعد این دسته به طرف کتقرغان سفر کرد و در همانجا 2 دلباخته گلچهره خان و هم شوهر آینده اون کس شریف بقایف عهد و پیمان کردند که زن و شوهر می شویم و آنها
به بخارا آمدند و در اینجا نگاه کردند و زن شوهر شدند و دسته از بس که سیار نام داشت سیار بود، در دهات در هر گونه ناحیه ها برآمد میکرد و آهسته آهسته این دسته به طرف دوشنبه حرکت کرد و سال 1929 همین دسته موپر در شهر استالیناباد برآمد کرد. من در همین وقت مسئله تشکیل یافتن تئاتر کسبی تاجیک به میان آمدگی بود. اساسگزار این تئاتر حامد محمودوف در جستجوی هنرپیشگان بود. از بس که در این شهر نوبنیاد یگان دانشکده صنعت عموما دانشکده قریب نبود، هنرپیشه را یافتن هم نهایت دشوار بود و این کارگردان این اساسگزار تئاتر تاجیک به این دسته موپر مراجعت نموده. از همینجا گلچهره خان و شوهر آن کس شریف بقایف را به تئاتر نوبنیاد دعوت کردند. من همین طور گلچهره خان بقایف اکتریسه تئاتر نوبنیاد شهر دوشنبه آن وقت استالیناباد میگفتند گردیدند. البته تئاتر نوبنیاد که در جای خالی اساس یافت، نه هنرپیشه، نه درام‌نویس، نه کارگردان، هیچ چیز نبود. لیکن آنها در بنای دهقان، خانه دهقان که این بنا به تئاتر پیشنهاد شد، در همین جا برآمد میکردند. البته سالهای اول نه آرایش، نه پردازدهی، نه لباس، هیچ چیز نبود. آهسته آهسته این تئاتر قامت راست کرد، از صحنه‌چه های خرد آهسته آهسته به نمایش های سال کلانتر مراجعت کرد و سال 1931 من همین تئاتر نوبنیاد بعد از 2 سال گفتن ممکن است که قامتش را راست کرد و تئاتر بار اول به اثر کلان حجم مراجعت نمود. 2 کمونیست نام درامه کامل یاشین از زبان ازبکی به زبان تاجیکی ترجمه شد و این اثر در صحنه نشان داده شد. در این اثر قهرمان اساسی کمونیست ارسلان می باشد که خانم و دلبر بسیار یک زنی با وفا، زنی بسیار یک پاک سیرت می باشد. انا همین نقش به 2 اکتریسه جوان سپاریده شد. یکی از آنها گلچهره خان بقایف و دیگری صافیه خان طیبایف بودند. هر دو با نوبت همین نقش را اجرا می کردند. من همین طور فعالیت ایجادی گلچهره بقایف در این تئاتر آغاز یافت و این کس در قریب همه اسپکتاکل ها بند بودند، چون که آن سالهایی که تئاتر نو تاسیس یافتگی بود، جستجوی اکتریس بانو خانم بسیار هم دشوار بود. زنها نو اکنون آزاد شده ایستادگی بودند. حالا بسیار ترینشان فرنجی در سر داشتند، در کوچه ها در و دیگر جاها با همین لباس پیدا می شدند و به تئاتر هم کم می آمدند. بنابراین بازیافت تئاتر گلچهره خان این بسیار یک خوشبختی حساب می شد. لیکن اکتریس سواد بلند نداشت، نه معلومات صنعت و نه سواد درستی املاوی هم نداشت. لیکن تئاتر آن سالها برای همه هنرپیشگانی که از دسته های خود فعالیتی و از کوچه گفتن ممکن است آمدگی بودند مکتب هم گردید. من در همین جا آن کس آهسته آهسته در نتیجه خود آموزی الفبا را نصب از خود نمودن، کتاب خوان شدن، می نوشتن و مهمش این که قاعده های صحنه را آهسته آهسته یاد گرفتن. سال 1931 تئاتر به حلیمه نام یک درامه موسیقی ازبک مراجعت نمود. این اثر درباره تقدیر یک دختر بدبخت نقل میکند که پدرش سوداگر است و تجارتی است و خوب، اما
از بس که کارهایش برار نگرفته ایستاده‌اند، نیت کرده است که دخترش را به یک آدم دولتمند و شوهر دهد و تیزتر کارهای اقتصادیش را به راه ماند. من همین طور حلیمه را به آرتق بوی 70 ساله می دهند و حلیمه جوان که نعمت را دوست می دارد، یک جوان کمبغل را هیچ راضی نمی شود که به این پیرکی به شوهر براید. لیکن پدرش مجبوران وی را به توی می کند و به شوهر می دهد، از محبوبش جدا می کند و دختری بدبخت در آخر خودش را به حوض پرتافته قربان می شود. این خیلی اثرها همان سالها بسیار هم مود بودند و از بس که این اثر در ژانر درام موسیقوی ایجاد یافتگی بود، قهرمان ها سرود بسراییدند، موسیقی نواخته می شد و موسیقی در تمام روش سپکتاکل تکرار می یافت. برای همین هم این اثر که از حیات گرفته شدگی بود و این مسئله آزادی زن، نکاح مجبوری همان سالها بسیار آهنگ مخصوصی پیدا کردگی بود، برای تئاتر گفتن ممکن است که یک بازیافت بزرگی بود. رول حلیمه به گلچهره خان بقای سپرده شد. همان سالها گلچهره خان جوان 22-23 ساله، این کس آوازشان خیلی خوب بود، آواز داشتن، آواز بسیار جرنگاسی، آواز بسیار بلند و تمام سرودهای حلیمه را بسیار ناز اجرا میکردن. و باز مهمش آن که قسمت من همین دختر تقدیر همین اکتریس را گویا که بیان می نمود. بنابراین گلچهره خان خود از خود طبیعی به مغز این نقش در آمدن و درد و علم دختر را افاده کرده توانستند، چون که خودشان همین روزهای از سر گذراندگی بودند. و حلیمه در صحنه ما با اشتراک گلچهره خان بقای و موفقیت پیدا کرد. بعد گلچهره خان آیسته آیسته در دیگر نقش ها برآمد کردند. قریب 6-7 سال اول مشق های گلچهره خان این سبق آموزی، درس آموزی، هنری مرکب اکتور را از خود نمودن بود. لیکن از بس که آن سالهای اول تئاتر در هیئت آن کارگردان های خیلی بلند اختصاص نمی رسید، بنابراین حالا مکتب اکتوری تا یک اندازه پره از خود نشدگی بود. اما بعد آن که سال 1937 در تئاتر معلم خیلی خوب، آموزگار و هم کارگردان بلند اختصاص یفیم سایش میتلمن پیدا شدن، گلچهره خان همراه همکسبانشان در درس هایی که در این بنا تشکیل شدگی بود اشتراک کرده بسیار قاعده قانون های صنعت اکتوری را از خود نمودند. و این کس سال 1937 در سپکتاکل مکر و محبت که از روی فاجعه درامانویسی آلمان فریدریخ شیلر آفریده شدگی بود، رول خانم لیدی میلفورد را بازی کردند. البته این زن تقدیری وی، خلق اطواری بانوی اشرافی، یک بانوی از آلمانی برای این اکتریس تماما بیگانه بود. لیکن با سبقهای استاد، با یاری کمک میتلمن، گلچهره خان تا یک اندازه این نقش را از خود کرده توانستند. و بعد همین در یک چند رول‌های تاجیکی در پیس‌های ملی برآمد کرده، یک باره استعداد این کس کشاده شد. ممکن گفتن که از که این گل را میتلمن کشاد، یعنی آب داد و پرورش نمود و استعداد خود آموزی خودروی گلچهره بقای را برای تماشابینان تماما دسترس نموده توانست. من همین طور در تئاتر تاجیک سالهای 37-38 یک بانوی بسیار با استعداد هنرنمایی نمود که این کس گلچهره خان بقای بودند.
از بس که همان سالها همه اکتریسته ها بسیار جوان بودند، لیکن در بین آنها گلچهره خان یک 3-4 سال کلانتر بودند. بنابراین رول مادرها بسیارتر به گلچهره خان سپرده میشد و این کس بانوی 31 ساله در رول‌های زن‌های 60 ساله 70 ساله برآمد می‌کردند و گفتن ممکن است که از بس که این کس الکی سر و اسرار صنعت اکتوری ناس از خود کردگی بودند، همین رول‌ها می‌زیبیدند و اون کس خلق اطوار زنی کلانسال را افاده کرده توانستند. من همین خیلی یک رول این عدالت نام داشت که در درام ساطب اولوغزاده شادمان عمل میکرد. عدالت کلخاسچی زن در صحرا کار میکند، خیلی سنش رفت است، یک پسر دارد، یک دختر کلان دارد، این جوانها هم در همین صحرا خدمت میکنند. لیکن عدالت زنی به هر حال از زمان گذشته باقی مانده می باشد، شورش اندک تغییر یافته باشد هم، لیکن وی به هر حال قاعده قانونهای کهنه را رعایت می کند. من برای همین هم به آرزوی هوس دخترش نگاه نکرده وی را به شوهر می دهد، به شخص دوست نداشتهش می دهد و وقتی که دخترک مادرش را طعنه می کند که چرا مرا به شخص دوست می داشتگیم نمی دهید و به کسی دیگر مرا فاتحه کرده استادید، ها شما برای مال و چیز خوب رغبت دارید، میل دارید، برای همین شده مرا به آدم دولتمند داده استادید. گفته طعنه می کند. قهرمان گلچهره به قایب بسیار گپ نزن، این دوره های کمبغلی من گذشته رفتن، من اکنون به هیچ کس انتظار نیستم، از هیچ کس وابسته هم نیستم. گفته یعنی نشان میدین که قهرمان وی یعنی زنی امروزه شوروی الکی از بسیار خرافات ها، از بسیار عرف و عادت های کهنه اندک دور شده است، لیکن حالا هم در شعورش من همین بعضی چیزها باقی مانده است. من همین طور گلچهره خان در هر یک سپکتاکل موفقیت پیدا کردن و وقتی که جنگ بزرگ وطنی آغاز یافت سال 1942 تئاتر یک دل مادر نام یک سپکتاکل آفرید، رول اساسی به گلچهره خان با قایب سپرده شد. این خاور خاله نام یک زنی که فابریکه شاهی بافی را اداره می کند، یعنی هم انجینیر می باشد و هم راهبر یعنی تشکیلاتچی که یک مؤسسه کلان را از عهدهش برآمده ایستاده است و همراه کارگردان حاجی قل رحمت اللهیف گلچهره خان به قایب سیمای یک زنی نو را نشان دادند، یک زنی که در دوره شوروی الکی معلومات پیدا کرده است و الکی دانش دارد و از عهده اداره نمودن مؤسسه کلان برآمده می تواند. دوره جنگ دوره خیلی دشوار بود، مردها نمی رسیدند، بسیار فابریکه از جهت تکنیکی عذاب می کشید. همه این کارها را عهده برآمدن، از دشواری ها دست کشیدن، کاری دشوار نهایت بود. بر بالایش باز این زن فاجعه های یعنی بدبختی های شخصی خودش را هم از سر می گذراند. دخترش موجوده در فابریکش کار میکند، لیکن تنبل وی از کار میگریزد، حتی یک تکنیک را اداره کرنده توانسته شکسته است. پسرش باشد نادر در جنگ آوازه پیدا شده است که به دشمن تسلیم شده است، یعنی به طرف دشمن گذشته است، اسیر افتاده است. همه این ناخوشی ها طبعی قهرمان را خیره میکنند و گلچهره خان در دو عالمه من همین زن را بسیار عمیق تصویر کرده توانستند. از یک طرف کار کردند کار، از طرف دیگر این
ناآسودگی ها، این روزهای سختی شخصی را از سر گذراندن لازم بود و قهرمان گلچهره خان همه این پست و بلندی های قسمت قهرمانشان را بسیار عمیق حس می‌کردند و تماشاچیان را به وجه آورده توانستند. نقض در خاطرم هست پرده آخر اسپکتاکل خاورخاله دخترش موجوده و یک کارکنی فابریکاش کمال را به فران گسیل کرده ایستاده است. وی به وокزال آمده است و اینها باید به پاییز سوار شوند و همراه دیگر جوانان به ارمی روند، به دشمن را قیر کنند. خاورخاله دستش را برداشته خیرخوش میکند. رژیسور همین صحنه را بسیار عجایب ساختگی بود. همین طور شدگی بود که گویا که پاییز آهسته آهسته از وокزال دور می شود و به طرف تماشابین ها رفته ایستاده است و قهرمان رویش را به تماشابین ها می گرداند و به این جوان های فرستندگیش فاتحه می دهد، می گوید که رویتان بچه های من، عزیزان من، دشمن را نیست نابود کنید تا که وطنی ما از این جلادان، از این بلاها خلاص گردد و ما روزهای خوشبختی خود را از نو از سر گذرانیم. به وطن ناز خدمت کنیدتان گویا که تماشابین ها را به الهام می آورد و به روزهای نیک دعوت می نمود. همینطور گلچهره خان بقای و образهای برجسته آفریده توانستند و یکی از بسیارترین образهای عجایب این کس این رول شقشقه پاشا در مسحکه عروس 5 ماه بود که سال 1943 نشان داده شد. همان سالها در برنامه تئاتر ما مسحکه ها نهایت کم بودند و آنهایی که بودند، آن اثرهایی که وجود داشتند، آنها چندان ارزش بلند بدیعی نداشتند و حتی سال 43 هم مسحکه تاجیکی نبود. این اثر اصلش آذری می باشد که سال 1939 در صحنه تئاتر موسیقی آذر تماشا داده شده است و بعد آهسته آهسته این اثر به صحنه ازبک گذشت سال 42 و از صحنه تئاتر ازبک بعد به صحنه تاجیک آمده رسید. به صحنه گذار این مسحکه عبدالرحمن سیدوف این پیس را به تاجیکی ترجمه نمود و کوشش کرد که به آن تابش های تاجیکی دهد. سوژت این پیس بسیار هم عادی می باشد. حاجی وقاص شوهر شقشقه پاشا یک معلم را با یک معلم حجرش را میدید و معلم از بس که پول ندارد ابلیگاسی لاتریه خودش 5 سومه یک لاتریه میدید که شما همینه گرفته استید، همین که من معاش ما گرفتم بعد من به شما پولش میدیم و این ابلیگاس را میگیرم. لیکن واقعا چنان عجایب شده میشوند که در آخر حاجی وقاص میفهمد که دخترش ریحان با این معلم قیاس دل بسته است و هر دو این جوان ها میخواهند زن و شوهر شوند. رازگی نمیدهد و ضد آنها میبراید و در آخر ابلیگاس بر میگرداند به خویجینش به همون معلم قیاس، اما ابلیگاس برد میکند، مبلغ کلان به دست میآورد و حاجی وقاص خسیس لعین از نو با دست آوردن این ابلیگاس این حجت کوشش میکنند. خلاصه بسیار عجایب یک مسحکه که چندان مضمون بلند ندارد لیکن برای آفریدن یک سلسله خلق اطوارهای عجایب ملی بسیار خنده آور مواد خیلی فراوان آفریده توانست و گلچهره خان در همین مسحکه یک زن خانه نشینی سر لب و دهن را تصویر کردن که وی نسبت به شوهرش اندک پیشتر رفته است. وی جوانها را دستگیری میکند لیکن این زن بسیار خلق اطوار عجایب دارد. همین که یک مهمان پیدا شد این مهمان را بسیار با مهربانی پذیرایی نمودم،
چنان پرسپاس میکند که زبان وی مثل بلبل گویا که میسراید. همه همین صفتهای قهرمان از جانب گلچهره خان بسیار عالی جناب افاده کرده شد و در شهر تمام تماشابین ها با پا خستند و به این تماشا میدویدند و همه از هنر گلچهره خان و اجرا کننده نقش حاج وقاص اصلی برهانوف بهره می بردن، لذت می بردن. آبروی این سپکتاکل نهایت بلند بود. گلچهره خان من همین طور در صحنه تئاتر تاجیک یک سلسله خاراکترهای ملی عجایب آفریدند که یکی از برجسته ترین این خاراکترها یعنی خلق و اطوارهای ملی این اقلیم بانو بود. اقلیم بانو این زن خانه نشین نهایت کهنسال می باشد. پسرش بریگادیر نیاز در کلخاز کار میکند، کلینش سعادت هم همراه شوهرش خدمت میکند، لیکن کمپیر که در گذشته تربیه یافته است شورش نهایت محدود می باشد. همیشه میخواهد از بالای کلینش حکمرانی کند و برعکس در حق کلینش تهمت میزند که گویا که وی فرزند آفریده نمیتواند و گویا که وی در صحرا غیب زده است و خلاصه در بین زن و شوهر نزاع را من همین اقلیم بانی برمیخیزاند. گلچهره بقایوا از بس که در تمام معرکه های مردمی اشتراک میکردند، از زیست و زندگی خلق خبردار بودند، آن کس بنابراین تمام زیست و زندگی را نظم می‌دانستند. یک گفتن ممکن که هنرپیشه مشاهده کاری دقیقی بودند و در وقت آفریدن obraz حرکت میکردند که آن کس تمام آب و رنگ پررای افاده یابد. در شست و خیز، طرز لباس پوشی، راهگردی، سخنرانی، گویا که همین کمپرهایی که در گرد و اطراف زندگی به سر میبرند گویا که در صحنه نشان داده شده ایستاده باشند، گویا که در صحنه زنده شده باشند. این بسیار هنری کلان می باشد. یعنی گلچهره خان با یک حساب این کس اساسگذار ریالیسم معیشی می باشند. یعنی ریالیسمی که زیست و زندگی را در صحنه با تمام عنصرهای خردترین خودش رعایت میکنند. اگر مثل زرگر یگان عنصر به جا آورده نشود، اجرا نگردد، ممکن که همون نقش کاهش یابد، ضرر بیند. برای همین هم در هر یک نمایشی که اون کس بسیارتر رول های مادرها را اجرا میکردن، مادرها باشن گوناگون هستند، خب در هر یک نمایش مادری تماما خاراکترش ناتکرار افاده می‌یافت. من همین خیلی قهرمان ها در صحنه تاجیک با هنر بلند گلچهره بقایوا نه تنها زنده میشدند بلکه فکر و افکار زنان امروزه را افاده می نمودند. نه تنها در اثرهای ملی گلچهره خان حتی در درامه های سیاسی هم هنر نمایی نمودند. سالهای آخری چین در کشور شوروی یک جنگ سرد برپا گردید. بین دولت‌های کپیتالیستی و حکومت شوروی سخت مبارزه می رفت. یک خوف جنگ نو برخیست. بنابراین تئاتر شوروی در برنامهش یک قطار اثرهای آفرید که آنها به همین موضوع محافظت نبودن صلح ضد جنگ مبارزه می بردند. این اثرها یک چند تا بودند و یک قسم آنها در صحنه تئاتر به نام لاهوتی ما هم پیدا شدند. یکی همین خیلی اثرها سوی قصد محکوم شدگان نام داشت که این اثر را نیکولای ویرتانوم درامانویس روس نوشت. این پیس درباره در خصوص یک کشوری از جنگ نو نجات یافته برقرار نمودن دموکراسی خلقی نقل میکند. در پیس بسیار سوی
کشتنها، هر گونه مبارزه های سخت بسیار بودن. گفتن ممکن که پیس اندک سطحی بود، روی یکی نوشته شدگی بود، یک قدر آهنگ که ماجراجویی پیدا کردگی بود. برای همین آفریدن خلق اطوارها در این اثر چندان کار دشوار بود. با وجود همین به صحنه گذارنده این اثر یفیم سایش میتلمن رول اساسی کمونیست زن کمونیست گاننا لیخته را به گلچهره خان سپردن. اون کس میدونستند که این اکتریس دارای مزاج بسیار علنگناک، احتراس بلند دارد، بسیار حسیات را بسیار برجسته افاده میکند، بسیار تیزتون بازی میکند و образ بسیار درخشان برجسته برآمدنش ممکن است. برای همین این رول را در بین همه اکتریسه ها من همین گلچهره بقایوا انتخاب شدنش یک کار بسیار مهم بود و رژیسور خطا نکرد. اکتریسی که چندان سواد کلان ندارد و تنها خودش نوشتجاتش را خوانده میتواند و خودش اذیتگر میتواند، خودش سرفهم میرود، همین خیلی اکتریس که از عهده این وظیفه مرکب برآمده توانست. در پیس پوبلیسیستیک با حالت روحیه با دیگر خصوصیت های صنعت آمیخته می شود و در همه صحنه هایی که گاننا لیخته با دشمن ها مبارزه می برد و آرزوی فکری خودش را تصدیق میکند و برای برقرار نمودن دموکراتیا در این کشور خود سخت مبارزه میبرد، عدالت را حمایت میکند. من همین خیلی obraz کمونیست زن با جرأت، دلاور، ناترس از جانب گلچهره بقایوا بسیار برجسته آفریده شد. هر روزی که هر سفری که وقتی که گناه سوی قصد محکوم شدگان نشان داده می شد، گلچهره خان از سحری مشغول تیاری بودند. آن کس در خانه گشته برگشته بار دیگر مد را از چشم می گذراندند، با obraz الکی غود می زدند، بر وقت به صحنه می آمدند، خودشان را پرداز می داشتند و یگان بار آن کس مد را فراموش نکردند و یگان بار در یگان سپکتاکل پیشوا هم نخوردند. همه صحنه ها با اشتراک همکسبانشان بسیار جور، بسیار هم آهنگ اجرا کرده می شد و این سپکتاکل همان سالها موفقیت کلان پیدا کرده بود. بقایوا در کلاسیک هم هنر نمایی نمودند. اون کس یک چند رول های بسیار برجسته را آفریدگی. سال 1939 تئاتر به نام لاهوتی آتیلا را در صحنه گذاشت. در آنجا یک خدمتگار زن، رول خدمتگار زن امیلیا چندان کلان نیست، لیکن وی بسیار موقع مهم دارد. وی در خانه اوتلو همچون کنیزک خدمت میکند. دوستی خیلی نزدیکی همسر اوتلو دزدیمانه می باشد. تمام غم و غصه، درد و حسرت این زن جوان را وی حس می کند، مصلحت می دهد، مهربانی می کند و خانم خودش را نهایت دوست می دارد. پیس همین خیلی ساخته شده است که دزدیمانه روی مالچش را گم می کند و خدمتگار زن امیلیا آن را از زمین برداشته میگیرد و شوهرش دیده میماند و شوهرش یگام آن را به دست میگیرد و این روی مالچه را برای بافتن دسیسه به کار میفرماید و همین روی مالچه باعث بسیار بدبختی ها میگردد و در آخر وقتی که اوتلو دزدیمانه را میکشد و بعد او را دستگیر میکنند و به حبس بردنی میشوند، من در همین وقت بیانکا پیدا میشود، در را تق تق میکند و وارد خانه شدن میخواهد. اوتلو در را میکشد و آدمانی که
آمدن اوتلو را دستگیر میکنن. من در همین وقت آنها گناه وی را میفهمند. بعد قهرمان گلچهره بقایوا چنان آتشین شده، چنان با احتراس شوهر خودش را فاش میکند و این صحنه تا به درجه فاجعه بزرگ میرسد. من همین خیلی یک اکتریسه که هم در رومیو و جولیت در نقش دایه، هم در نقش آگودالوا در پیسی دختر بیبی ساد و در دیگر تماشاها یک سلسله رول های عجیب را اجرا کرده است. در کینو هم، حتی در فیلم هم کدام یک رولی را بازی کرده بودند. من همین هنرپیشه که سال 1975 از دنیا گذشتن برای صحنه ما بسیار هم ستاره تابان بودند و تماشابین ها حالا هم خدمت آن را فراموش نکردند و ما از جسارت و از جستجوهای ایجادی این بانوی ستاره‌گر همیشه خوشنود می باشیم.